بذارین من خودم یه خاطره الان یادم افتاد بگم. برای رفتم که یکی رو نجات بدم. بگم؟ الان یه هوی یادم افتاد. یه چند تا از دوستانم میدونن این موضوع رو ولی هیچ وقت نگفتم. من یه جایی یه خونه‌ای که زندگی میکردم مثلا طبقه 8 بود و پنجره‌ای داشت. این موضوع مال زمان قهوه تلخه، 4-5 صبح، رو به کوچه. کنار خونه من یه ساختمون مثلا 14-15 طبقه اسکلت فلزی بود که نیمه کاره رها شده بود و 2-3 سال همجوری مونده افتاده بود. من فیلم برداریمون تموم شد، رفتم سر تدوین ساعت مثلا 3-3:30 صبح کارم تموم شد. اومدم خونه رفتم تو اتاق خواب، لباس راحتی پوشیدم، خوابیدم رو تخت. لای پنجره هم باز بود، تابستون. دیدم صدای مثلا گریه یک زن میاد و صدای آقایی که بهش فحش میده که یعنی خفه شو ساعت 3:30 صبح. گفتم حالا همسایه دعواشون شده و بخواب تو دخالت نکن. دیدم نه، هی داره اوج میگیره. من رفتم از بالای از پنجره نگاه کردم، دیدم زیر اون ساختمون نیمه کاره یه سری الواره، یه لامپ خیلی ضعیفی اونجا روشنه، تو خاک و گچ و فلان و اینا. یه خانومی رو زانو نشوندن، دستاشو از پشت بستن. یه آقایی هم کنارش رو زانو نشوندن، دستاشو از پشت بستن. 5 تا 6 تا مرد درشت که یکیشون انگار رئیس بود دور این نامی چرخید و فحش میداد. موهای فرفری هم داشت. دور اینا بودن 2 نفر. من زنگ زدم 110. گفتم آقا ببخشید من فلانی هم اینجا آدم ربایی شده به نظرم، اون چیزی که من دارم از بالا میبینم. گفتن که تلفنتون رو دادم و به منتورمون دوستمون که الان اینجا هم با ما همکاره گفتم تو هم زنگ بزن. زنگ زدم بهش، گفتم تو هم زنگ بزن برای اطمینان، این آدرس منو بده، بگو اینجوری. زنگ زدم و رفتم دوباره پشت پنجره. دیدم که خسته نشین یه وقت. دیدم که نه میگم یعنی خاطره طولانیه، یه وقت خسته نشین. آقاه اینو گفت تا 5 دقیقه دیگه اگه نگی میکشمت. به خانومه. اونم دهنش هم بسته بودن، دهن مردرم بسته بودن و اینا فقط زار میزدن. من از لای 3 تا الوار این صحنه رو میدیدم. من دیدم تا 5 دقیقه بعد بعید میدونم که پلیس برسه. یه شمشیر سامورایی داشتم. چه حالا من مثلا چون من حالا رزمی کار کردم سالها و دوره اینم دیدم و اینا، یه مچبند بستم و کتونی پام کردم و گرم کن پوشیدم و 2 تا مچبند شمشیر سامورایی و غلاف و گذاشتم رو تخت و رفتم پایین. رفتم تو کوچه، رفتم از این درای فلزی تو ساختمون نیمه کاره اینو آروم باز کردم. رفتم دیدم یه راهروی اینجا پر چوب و خاک و ایناست. یه آقایی اون ته اینجوری وایساده رو به اونا، نیم رخ به من، انگار مواظب کسی نیاد. اونا هم اونجا دارن میچرخ. همینجوری که داشتم میرفتم تق پام خورد به یه چیزی. این آقایی که اینجا بود برگشت منو دید، آروم اومد سمت من نگاه کردم پایین، دیدم ریل دوربینه. از این ریلا که ما اونجا داریم مال تراولینگ. دیدم چراغ و سپایه و ناسو. آقاه اومد نزدیک اینجوری مثلا اینجای منم شمشیر سامورایی دستم. 3:30 صبح.
گفت آقا مدیری؟ گفتم جانم. گفت بچه آقا مدیریه. دوید و منو کشوند و برد تو. من دیدم دور تا دور منشی صحنه، صدا بردار، فیلم بردار، گروه تدارکا فلان وایستادن. اینا دارن تمرین میکنن این وسط. از این تلفیلم ها بود. بعد منم عرق سرد، منو نشوندن یه گوشه و گفت آقای مدیری شمشیر سامورایی 3:30 صبح اصلا اینجا چیکار میکنی؟ گفتم ببین اون پنجره رو نگاه کن، خونه منه. من صحنه که از اون بالا دیدم این بود. اومدم که بیام تو بزنم، یعنی چون زنگم. گفتم یه طوری میشه دیگه، میرم بینشون رو میزنم. خلاص تهیه کننده و کارگردان شما آقای جوانی بود، من نمیشناختم. گفت آقا خیلی کار خوبی کردیم، ببخشید ما این مزاحم شدیم، شرمنده. گفتم ببخشید، من فقط من زنگ زدم 110 اکیپ آدم ربایی داره میاد. ما دیدیم کوچه شد عین جهنم، یعنی از این ونا همینجوری اومدن و ریختن پایین، دور ساختمون رو گرفتن. از این نیرو ویژه‌های اینجوری با نورای قرمز ریختن. حالا من رفتم با شمشیر سامورایی بیرون وایستم، میگم آقا من زنگ زدم. رئیسشون اومد، ماشاءالله، گفت که من اینجوری نگاهشو میکنم. گفتم آقا من زنگ زدم. گفت که رئیسشون گفت برای چی زنگ زدی بهش؟ گفتم که من از اون، حالا برای همه هم باید توضیح بدم. گفتم اون پنجره رو میبینی اونجا خونه منه، من از اونجا این صحنه فکر کنم آدم ربایی زنگ زد. ببینید محل نابود شد، تمام همسایه ها با پیژامه تا اینجا اومده بودن بیرون. همه فحش میدادن به من، نمیدونم چرا، که آقا خواب ندارین شما، فکر کرده بودن فیلم برداری منه. آقا این چه وضعیه تو؟ ما خوابیم، این چیه؟ 100 تا ماشین پلیس فلان. خلاصه تا این بساط من، این کمکی بوده که من از دستم بر اومده. آره گفتم بگم شاید با مزه